خوش اومدی به روز 8. خوش اومدی به هفته دوم از چالش 21 روزه مدیتیشن فراوانی مرکز چوپرا. این هفته یاد خواهی گرفت که چطور با استفاده از قوانین کتاب دیپاک چوپرا 7 قانون معنوی موفقیت فراوانی بیشتری رو به زندگی خودت جذب کنی. امروز ما روی اولین قانون تمرکز می‌کنیم. قانون امکان ناب که بیان می‌کنه در حالت اصیل خودمون ما آگاهی خالص، امکان خالص و میدان همه امکانات هستیم. وقتی ماهیت حقیقی خودت رو کشف کنی و بدونی که واقعاً چه کسی هستی، تجربه‌ای از بودن ناب پیدا می‌کنی و در برابر هر چالشی بدون ترس ایستادگی می‌کنی. در این حالت تو به قدرت نامحدود و جاودانه خودت متکی هستی که افراد، شرایط و موقعیت‌ها رو به سمتت جذب می‌کنه تا از عمیق‌ترین خواسته‌هات حمایت کنه. در فعالیت‌های روزمره خودمون گاهی اوقات افکار و نظراتی رو میشنویم که اغلب به عنوان حقیقت بیان میشن، اما با جوهر الهی ما هم راستا نیستن. به عنوان مثال ممکنه اخباری بشنویم که شغل‌های خوب کمیاب هستن، تصویر مالی جهانی تیره و تاره، یا منابع جهانی به سرعت در حال کاهش هستن. مهمه که توجه داشته باشیم که چنین اظهاراتی حقایق جهانی نیستن، بلکه اونها نمایانگر یک آگاهی جمعی هستند که حس کمبود و توهم نادرست رقابت رو منعکس می‌کنن. با وجود منفی باوری‌های فراوان اطرافمون چطور میتونیم اون عمیق‌ترین بخش درون خودمون رو کشف کنیم؟ حضور در سکوت ما رو قادر میکنه که خودمون رو تنظیم کنیم و آگاهی درونمون که با روح یا خود برتر ما همسو هست رو در آغوش بگیریم. در سکوت پرحرفی و منفی بافی دنیای سه‌بعدی اطراف رو خاموش میکنیم و به قدرت نامحدودمون دست پیدا میکنیم. در این سکوت ما باطنمون رو تجربه میکنیم که در نهایت به ما کمک میکنه تا نیازها و خواسته های قلبی خودمون رو متجلی کنیم. صرف زمان روزانه برای در سکوت ارتباط برقرار کردن با طبیعت و مشاهده هوش کامل اون به ما اجازه میده تا با آگاهی برتر ارتباط برقرار کنیم. راه دیگه برای رسیدن به آرامش درونی اینه که نیاز به قضاوت و ارزیابی افراد و شرایط به عنوان خوب یا بد، درست یا غلط رو رها کنیم. وقتی ما افراد و رویدادها رو در زندگیمون قضاوت میکنیم، آشوبی ایجاد میکنیم که مانع از ارتباط ما با خود برترمون میشه. رها کردن این نیاز به ما اجازه میده تا اون مکان سکوت عمیق رو پیدا کنیم. برای اینکه قانون امکان ناب رو به عمل در بیاری، امروز متعهد شو که مقداری وقت رو در سکوت و طبیعت بگذرونی. خودت رو از نیاز به قضاوت کردن افراد یا موقعیت‌ها آزاد کن. به خودت بگو امروز هیچ چیزی رو که اتفاق میفته قضاوت نخواهم کرد.
و در طول روز این تعهد رو به خودت یادآور شو. الان بیا آماده بشیم برای مدیتیشن. اجازه بده این پیام در آگاهیت قرار بگیره. از طریق قانون امکان ناب میتونم هر چیزی رو در هر زمان و هر مکان خلق کنم. از طریق قانون امکان ناب میتونم هر چیزی رو در هر زمان و هر مکان خلق کنم. حالا بیا تا شروع کنیم. لطفاً یه موقعیت راحت پیدا کن. پشت و ستون فقراتت صاف باشه. دستانت رو به آرومی روی زانوهات قرار بده و چشمانت رو ببند. در این لحظه به درون برو. به اون مکان آروم درونی، جایی که ارتباطت رو با خود برتر تجربه می کنی. تمام افکار رو رها کن و جریان ورود و خروج نفست رو تماشا کن. با هر دم و بازدم به خودت اجازه بده که ریلکس تر، راحت تر و در صلح بیشتری باشی. حالا برای قانون امکان ناب به آرومی مانترای سانسکریت امروز رو معرفی می کنم. اون رو در ذهنت تکرار کن و اجازه بده با سهولت جریان پیدا کنه. اوم بهوام نما. اوم بهوام نما. اوم بهوام نما. من وجود مطلق هستم. من میدان همه امکانات هستم. اوم بهوام نما. هر موقع که درگیر افکار، احساسات یا صداهای محیطی شدی، به سادگی توجه خودت رو روی تکرار ذهنی مانترا برگردون. اوم بهوام نما. به مدیتیشن ادامه بده. من زمان رو مدیریت میکنم. در پایان صدای زنگ ملایمی رو میشنوی که نشون میده زمان رها کردن مانترا رسیده. اوم بهوام نما. اوم بهوام نما.
وقت رها کردن مانترا رسیده. آگاهیت رو به بدنت برگردون. کمی استراحت کن. آروم و عمیق دم و بازدم کن. هر موقع آماده‌ای به آرومی چشمانت رو باز کن. در طول روز این حس فراوانی رو با خودت داشته باش و فکر امروز رو به یادت بیار. از طریق قانون امکان ناب میتونم هر چیزی رو در هر زمان و هر مکان خلق کنم. از طریق قانون امکان ناب میتونم هر چیزی رو در هر زمان و هر مکان خلق کنم. از طریق قانون امکان ناب میتونم هر چیزی رو در هر زمان و هر مکان خلق کنم. ناماسته.